پسرا واقعا خیلی بدبختید که ممه ندارید. به عنوان موجودی که نمیتونه سرپا بشه زیادی حرف میزنی. توی تور کویر چه اتفاقایی میفته؟ پسرا میگن بکنه، دخترا میگن ما رفتیم هیچی نبود. اینطور معلومه فقط کون پسرا میذارن. کسایی که به جواب دورت بگردن میگن خدا نکنه رو اذیت نکنید. اینا یوبوست دارن و لاس زدن هم بلد نیستن. چی بگیم دور زدی بیا برو تو کونم. هیچ وقت نفهمیدم رابطه بدنسازی با نصیحت کردن بقیه چیه. این مسخره بازی‌ها رو پوریای ولی شروع کرد. مرد واقعی از پرسن آقا پسر. زن دور ریز نداره بس نکنه. با همسایه‌ای که صدای سکسش میاد و تمومی نداره چیکار باید کرد؟ برو خونه‌شون بگو برو کنار کارتون نیست. میره توش ولی از آمپول میترسه، چون اولی سوراخش از خودت، دومی نه. مثل من که از کنکور قبول شدنم مطمئن بودم و به مامانم گفتم اگه رتبم بالای 1000 شد اسممو میذارم گاو. رتبم شد 13000. ژنتیک خوندم، ازدواج کردم، بچه دار شدم، ولی هنوز تو گوشیش گوساله سیوم. پس چرا همون گاو سیوت نکرد؟ چون معتقد گاو اصلی بابامه. چه صدایی ارضات میکنه؟ صدای ATM وقتی پول میشماره بده بهم. ATM بیشتر از 200 تومن نمیده ها. من زود انزال